هر چیزی که رواج پیدا بکند سنت اسمشو گذاشتن، اما الزاما سنت الهی بگید نیستا، رواج پیدا کرده. ما دنبال سنت الهی. روایت داریم رسول الله میفرمان که من سن سنتا حسنه، یه کسی یه سنتی خودش ران کرد، این را انداخت. میشه؟ یعنی تونست الهی فکر کنه. اصلا نداریم ما مثلا فکر کن یه چیزی ران کرد، یه روشی، یه کاری کرد. مثلا بیا بریم آقا اینجا مده، مثلا چه میدونم هیئت اینجا بعد از هیئت مثلا خودشون وای میستن مثلا چه میدونم آشغالا رو جمع میکنن، مثلا نمیدونم یه کار اینجوری مثلا. خب بعد میگه نه اینجا اینجوریه دیگه هیئتش. فله اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامه. میگه یک کسی سنت حسنه رو ران کرد، راه انداخت، بقیه شروع که خوش میمیره دیگه، مثلا تا 1000 سال هم کارا دارن میکنن. رئیس یه عشیره بود، قبیله‌ای بود، اصلا هم سر بچهای خودش بود، نمیدونست که 1000 سال دیگه اینا میخوان بشن 10 میلیون آدم. شروع کرد گفت آقا هر کسی خواست زن بگیره جمع بشیم پول ازدواجشو بدیم. بعد تو اونا چی شد؟ این رایج شد. میگه تا روز قیامت هر کس به اون عمل بکنه براش مینویسن. وسط بهشت یارو لم داده، اون طرف همینجوری داره کنتور میندازه براش و برعکسش. امام باقر علیه السلام یه روایت دیگه است میفرماد هر بنده، من عربیش نمیخونم، هر بنده از بندگان خدا که بنا بر سنت و رویه‌ای بگذارد، یه سنتی رو بنا کنه بگذاره، ثوابی خواهد داشت همچون پاداش آنان که آن عمل میکنن، بی آن که از پاداش عاملین آن چیزی کاسته شود. این نیستش بگه 10% مال تو 90% مال اونه. شبکه هرمی نیست. خدا ارحم الراحمین، خدا رزاق، شأن خدا نیست چی تیکه کنه، کپی میکنه. کات نداریم، کپی داریم. کپی پیست. رفته توی شهری کار کرده، یه روستای شیعه شدن، تمام. هرچی اونا اشک بریزن برای ما، مثلا بکشنمون آخر عمرمون چقدر ثواب جمع بکنیم. خب ثواب خودمون و بچه‌مون و بابامون و همه مال اون کسی که اولین بار اون کار کرده. جمع میکنن بهش میدن. و هر بندی از بندگان او که رویه زلالت و گمراهی بنهد، همانند گناهان کسانی که آن را مرتکب میشوند بر عهده اوست، بی آنکه چیزی از بار گناهان مرتکبین با آن کاسته شود. اینجا هم گناه های کپی میشه. خیلی خطرناک. برای همین اینقدر اهل به جلوی بدعت وای میستادن دیگه، گفتن تغییر دین خیلی خطرناک. چون تو الان فکر میکنی خوبه، نمیده 200 سال دیگه چیه که. 2 تا خط اول زاویه‌شون از هم کمه، هرچی بره جلوتر 200 متر 300 متر دیگه چیز دیگه است، زاویه خیلی بیشتر شده. ما خیلی سنت عرفی اصلا داریم، مثلا چه میدونم عید نوروز یه جای این بنا شده دیگه، از یه موقعی آرام آرام نوزشه. خب تو این عید نوروز کار مثلا عجیب غریب هم میکنیم، کار معنادار خوبم میکنیم که بعضیش مثلا برام میگیم سنت باید حفظ شه. درسته؟ یعنی سنت اجتماعیه، یه سنت تاریخیه، یه سنت فرهنگیه. مثلا میگه ماهی قرمز رو بخر. درسته؟ نمیدونم یا مثلا چه سبزی پلو ماهی باید بخورن، نمیدونم حبسین بچینن، نمیدونم این چیزا. یا یه نفر میگه آقا مثلا این همه گندم دارید حروم میکنید، همون پرتقالایی که زمستون خوردید همون هسته هاشو بکارید. میبینی؟ یا میگه جمع کنیم میگه آقا چند میلیون خانوار داریم تو ایران؟ مثلا 20 میلیون خانوار داریم تو ایران. میگه 20 میلیون خانوار خواستن سبزی بکارن، 10 میلیونش این حرفا رو گوش کردن. 10 میلیون انقدر گندم دیگه دور ریخته نشد. خدا پدرشو بیامرز. عجب ثوابی داره میکنه یارو. ما در حد مثلا 4 تا برنج رو جمع میکنیم میذاریم که ثواب داره، اسراف نکنید. او چه ثوابی کردی که مثلا اومدی هم چیزی رو انداختی؟ ببین. یا آقا مثلا شب یلدا شب زاده شدن خدای خورشید بوده، یلدا از همین گرفته میشه. و ذاتش پیگنیستیه. اما امروز شده شبی که کسی میره خورشید بپرسته. استغفرالله. حرفا چیه؟ تو پرتا چیه؟ امشب شب صله ارحامه، آدم میره بزرگترا سر بزنه، جوش کنه. بعد بفهمیم که این سنت حسنه است یا نه. مثال دیگه هم داریم، چهارشنبه سوری سنت شده دیگه.